با چه پودی موهامو تیره کنم؟ پود زغال ویونا عالیه. اگر موهات خیلی تیره است، پود کنته ریمو روی پود زغالت هم خیلی عالی میشه. قلم موهای نرم استفاده کن برای سایه زدن. توی کپشن شماره‌هاشو برات مینویسم. و اینکه از قلم موهای زب به هیچ عنوان برای سایه زدن موهات استفاده نکن. توی جهت و خواب موها سایه بزن که موهات حسابی ابریشمی بشه. از قلم‌های 21-25 پارس آرت برای ایجاد سایه‌های خطی لابلای موهای روشنت استفاده کن. پاکن مونوزیرو و پاکن مدادی هم برای ایجاد هایلایت‌های روشن موهات هستش. به هیچ عنوان سایه ها تو تیکه تیکه نزن، بلکه به صورت رها و دست آزاد بزن. از مداد کنته فابر کاستل و لوموگراف بلک هم برای ایجاد تار موهای خطی میتونی استفاده کنی. این آموزش رو برای اون دوستت که خیلی به پیشرفتش علاقه داری بفرست که بدونی چقدر دوستش داری.